نام خدا. سلام. در این ویدیو قصد دارم بهتون چند تا راهکار در رابطه با از بین بردن محدودیت های کپکات بهتون معرفی کنم. با من همراه باشید. وارد برنامه کپکات میشیم و قصد داریم این عکس رو ادیت بزنیم، ولی خب هرچه امتحان میکنیم میبینیم که با خطا مواجه میشیم و امکانات کپکات برای ما کار نمی کنند. برای حل این مشکل چند تا راهکار بهتون معرفی میکنم. مورد اول، قبل اینکه وارد برنامه کپکات بشیم و ادیت عکس رو انجام بدیم، ابتدا فیلتر شکن خودمون رو روشن میکنیم و سپس وارد برنامه کپکات میشیم و مجدد امتحان میکنیم و میبینیم که به راحتی امکانات و گزینه‌هایی که تازه برامون خطا میزد با موفقیت برامون باز میشن و میتونیم ازشون استفاده کنیم و این بخش هم امتحان کنیم. و ببینیم که به همین صورت میتونیم از گزینه هایی که تازه برامون محدودیت ایجاد کرد و بالا نمی اومدن با روشن کردن فیلتر میتونیم از اونها استفاده کنیم. مورد بعدی ممکنه مشکل از ذخیره سازی خود برنامه کپکات بشه که ابتدا وارد تنظیمات خود برنامه میشیم و روی گزینه فضای ذخیره سازی ضربه میزنیم و روی گزینه پاک کردن حافظه پنهان میزنیم که همه داده های کپکات رو حذف میکنه و مجدد قبل اینکه وارد کپکات میشیم باید فیلتر شکن خودمون رو روشن کنیم تا بتونیم از برنامه به خوبی استفاده کنیم. مورد بعدی ممکنه مشکل از عدم بروز کردن برنامه کپکات باشه که با مراجعه به کانال تلگرامی مونا هادوی میتونید نسخه مود شده این برنامه رو نصب و راه اندازی کنید. اگه مشکلی یا ابهامی داشتید میتونید از گروه پرسش پاسخ تلگرامی مونا هادوی از من سوال کنید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. آموزش تولید محتوا با گوشی. monahadavi.ir